هلو. سلام صدا میاد؟ آره صدا هم میاد. خدای من خودتون میدونیم وقتی بعد از چند وقت میام جلوی دوربین واقعا ذوق زده میشم. خیلی خوش اومدیم به یوتیوب چنل من مهسا هستم و امروز میخوام یه چیز خیلی مهم بهتون بگم. خب ببینید اینو بذارم اینجا. اوکی. خب امروز میخوام یه چیز خیلی مهم بگم در مورد جهان، در مورد قوانین جهان. جهان ما بازتابی از جهان درونمونه. هر چیزی که درونمون وجود داشته باشه تو این جهانمون به وجود میاد و میتونیم ببینیمش. یعنی اول باید در درونتون وجود داشته باشه، یعنی اول باید درون یک جهان دیگه در واقع وجود داشته باشه که بعد بتونید تو این جهان فیزیکی ببینیدش. جهان ما آینه باورهای ماست. شما هر باوری که داشته باشید این جهان به شما اونو نشون میده. مثل این میمونه که خب شما جلوی یه آینه وایسی و تصویری که توی آینه میبینی خوشت نیاد، مثلا خیلی لباس بد پوشیده، خیلی خودتون لباس بدی پوشیدین، جوریده پولیده هستین و خب اصلا از این تصویر خوشتون نمیاد. بعد بیاین بگین که نه آقا، هر وقت این آینه این تصویر خوب شد من تغییر میکنم، هر وقت این تصویر لباسش قشنگ شد، ظاهرش مرتب شد، دیگه منم میرم لباسم عوض میکنم و ظاهرم مرتب میکنم. دقیقا مثل این میمونه که شما بگین که نه، اول جهان بیرون من باید تغییر کنه، اول آدمای بیرون تغییر، اول زندگیم بهتر بشه، بعد دیگه من حالا آدم بهتری میشم. حالا مثلا من بیشتر به بقیه عشق میورزم، آدم بهتری میشم، ورزش میکنم، صبح زود بیدار میشم، کارامو درست انجام میدم. اول باید جهان بیرونم درست شه. این دقیقا مثل اون میمونه. حالا ببینید چقدر خنده‌دار و مضحک و مسخره است و ما اکثرمون اینجوری زندگی میکنیم که فکر میکنیم اول جهان بیرونم تغییر کنه، اول بقیه آدما تغییر کنن، بعد دیگه حالا من تغییر میکنم. و اینجوری نیست و اینها به من یاد دادن. میبینید چیزایی که اینجا هست اینا بهم یاد دادن و اون تجربه هایی که داشتم و دردهایی که کشیدم اینو بهم یاد دادن که اول باید خودت تغییر کنی. اگر میخوای جهانت پر از عشق بشه، اگر میخوای بقیه بهت عشق بورزن، بقیه دوستت داشته باشن، بقیه بهت احترام بذارن، بقیه جدی بگیرن، بقیه درکت کنن، هر چیزی اول تو باید این کار انجام بدی. اول تو باید به خودت عشق بورزی، اول به خودت عشق بورزی، خودتو درک کنی، به خودت احترام بذاری، بعد به بقیه احترام بذاری، بقیه رو درک کنی، به بقیه عشق بورزی و بعد از اونه که جهان بیرونت تغییر میکنه، آدم ها رفتارشون باهات تغییر میکنه یا آدم های اطراف تغییر میکنن. یعنی دیگه اون آدم ها نیستن، دیگه اون دوستات نیستن، ازت دور میشن، یه دوستای جدید میان. و این چیزایی که من دارم بهتون میگم خودم زندگی کردم و یکی از دلایل این که اینقدر طول میکشه بخوام ویدیو بذارم اینه که اول میخوام خودم زندگی کنم اون چیزایی که میخوام بهتون بگم و بعد بیام بهتون بگم. صرفا این نباشه که یه چیزی از کتاب یاد بگیرم و بعد بیام بهتون بگم. نه، میخوام خودم زندگی کنم، میخوام تجربه کنم و مطمئن شم که واقعا این درسته و بعد بیام به شما بگم. و این واقعا درسته بچه‌ها. اگر میخواین جهانتون تغییر کنه، اگر میخواین زندگیتون بهتر بشه، اول خودتون تغییر کنید. برین درونتون رو بشناسین، خودتون رو بشناسین. برید ببینید دوست دارید چجوری زندگی کنید، دوست دارین چطور زندگی داشته باشید. اصلا فکر کردیم واقعا بهش یا همینجور فقط داریم زندگی میکنیم؟ میری سر کار، میری دانشگاه، میری با همون دوستای همیشگی بیرون، میری کافی شاپ، میری همه اون کارهای تکراری. تا حالا شده یه دقیقه بشینی بگو من از این جهان چی میخوام؟ من از خودم چی میخوام؟ من میخوام چجوری زندگی کنم؟ بشینید به خودتون فکر کنید و ببینید که وای خدای من اصلا هیچی نمیدونم که از این جهان چی میخوام. ببینید چند ثانیه وقتی فکر کنی به این جهان واقعا مغزت سوت میکشه که ما انسان ها واقعا نمیدونیم تو این جهان داریم چیکار میکنیم. یعنی هیچ آدمی 100% نمیدونه که ما اصلا روی این کره خاکی چیکار داریم، چجوری اصلا یکم مغز سوت میکشه واقعا تو این منظومه شمسی، تو این کهکشان راه شیری. اینقدر ما یه موجودات کوچولو روی کره زمین کوچولو هستیم که حتی اگر کل این کره زمین از بین بره تو جهانش تغییر ایجاد نمیشه. بعد ما فکر میکنیم که حالا این خیلی اینا بحثایی که باید ویدیوهای بعدی براتون بذارم، اما برای الان اینو بدونید که جهانتون بازتاب جهان درونتونه. اگر میخواین جهان بیرونتون تغییر کنه اول
باید خودتون تغییر کنید، افکارتون تغییر کنه، جوری که فکر میکنید، جوری که در مورد خودتون فکر میکنید، سلف ایمیجتون، تصویرتون از خودتون چیه و جهانتون تغییر میکنه، جهانتون زیباتر میشه، جهانتون فوق‌العاده میشه، زندگیتون هر روز پر از عشق میشه، آگاهانه زندگی میکنید. و من میدونم که میخوام در مورد این چیزا براتون ویدیو بذارم، میدونم که میخوام بیام در مورد این چیزا صحبت کنم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. یک عالمه حرف دارم که بیام بهتون بزنم و برنامه ریزی میکنم و همش رو میام بهتون میگم، هر چیزی که یاد گرفتم، هر چیزی که تجربه کردم، برای اینکه با هم رشد کنیم، با هم بهتر بشیم، با هم بتونیم خواسته هامون رو به دست بیاریم، آرزوهامون رو زندگی کنیم و بدونیم که هر لحظه از زندگیمون رو خودمون میسازیم، با عشق، با علاقه، با توجهمون، با کنار خدا بودن و زندگی واقعا فوق‌العاده است. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، به خودتون عشق بورزین و تا ویدیو بعدی شما منو ببینید.